هفته خبر تو خبر داره براتون از شیخ بری خالیبندی که این روزا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به فکر امنیت نظامه و خوب میدونه که امامش در معرض پریشانیه. امنیت جامعه برای ما اصل هست. همه نیروهای مسلح ما، مرزداران ما، پلیس ما همه در صحنه هستند و اگر بنا باشه امنیت خدشه‌دار بشه که اصلا مفهوم نداره. دقیقاً به خاطر همین امنیت هم است که به جای رسیدگی به مردم و بیماران ز دنبال برگزاری این رزمایش‌های مسخره هستند. رزمایش مدافعان سلامت با 200 دستگاه تخصصی گردن‌های جنگ نوین انجام می‌گیرد با 3000 نفر از نیروهای متخصص و بسیجی در تمام جغرافیای شهر تبریز و 5 تا شهر پرخطر این کار را انجام خواهند. حالا این همه جک و جونور رو جمع کردن که چیکار کنن؟ هیچی، روزه بخونن. به رهروان هدایت صحت رسیده خبر که روی دست محمد عیان چراغ خداست تمام دین به روی دستهای ختم رسول. ته خط هم مثل همیشه گل به خودی میزنن و از این سوتیا میدن. مشتی بسیجی رو هم رای خیابونا میکنن تا با شیلنگای پاره فیگور ضد عفونی بگیرن. تازه با این مسخره بازی ها میخوان به مردم آمریکا هم کمک کنن. توی این اوضاع و احوال جواد ظریف هم دنبال کاسبی خودشه و میخواد از آب گلالود کرونا ماهی برجامی صید کنه. وزیر خارجه گفت نظام سلامت شهروندان و دولت ایران به مانند اروپا و آمریکا درگیر مقابله با کرونا است، اما آنچه رنج ایرانیان را مضاعف می‌کند توأمانی تحریم و کرونا است. ظریف افزود این کریه‌ترین چهره یک دولت معتاد به تحریم است که می‌خواهد با تضعیف ایران در برابر کرونا کارزار ناکام فشار حداکثری را جان دوباره دهد. البته این نمایش‌ها دردی از آخوندا دوا نمی‌کنه. ته خط همه کاسه کوزه‌ها سر خودشون میشکنه. از اونجایی که این التماس لغو تحریم ممکنه بسیجی‌ها رو حسابی به شرشر بندازه، پاسدار عباسی طبق معمول به صحنه اومد و از این قمپوزا در کرد. بزدلی که میای تو کشور دیگری یک دیدار رسمی دیپلماتیک دو مقام نظامی رو بمباران میکنی، تو وجود حمله به این ملت رو داری. اگر دست به تحرک نظامی علیه ایران بزنی به شما جوابی خواهم داد که کوچکترینش نابودی ولد نامشروع اسرائیل و بزرگش به حول قوه الهی تبدیل کاخ سفید به حسینیه قاسم سلیمانی. اینجاست که بزبز قندی وارد میشه و میگه اوهوی کجا میری؟ کاخ سفید کجا بود؟ الان همه میخوان بزنن به چاک. یه وقتی دوباره جنگ پیش بیاد خدای نکرده، بعد باز خواهید فهمید چقدر آدم ها زیر رو میشن. خیلی از اینایی که قیافه های مذهبی و انقلابی و اینا میگیرن میزنن به چاک. بسیجی‌ها هم دستگیرشون شده که دوره این هارت و پورتا گذشته و به زودی باید همه‌شون با هم اینجوری فلنگو ببندن. رتبه اول مشنگ هفته تعلق میگیره به امام کفنپاره
که این هفته بخشی از روزهاش تو فضای مجازی منتشر شد و سوال همه این بود که این چی داره میگه آخه؟ یعنی هر کس تونست بگه فعل آخر جملهش چه فعلیه جایزه داره. به واسطه خشم ملت به جهنم واصل شد، او را هم خواهند همین عمل را با او کرد. شیخ بری هم این روزا مدام در حال خیمه شب بازیه و در خالی بندی و سخنرانی تراپی بقیه رو جا گذاشته. من بیمارستان نمیرم، من تو خونه خودم رو قرنطینه میکنم، میرم تو خونم تو یه اتاق این 14 روز میمونم. رقبای شیخ بری هم تو جنگ و دعواهای باندی اینطوری جوابشو میدن. هشتگ رو الحمدلله آقای رئیس جمهور خوب عمل کرد. آقای رئیس جمهور رفت تو خونه و دیگه بیرون نیومد. یعنی بقیه دیگه عمل نکردن متاسفانه. هممون میگیم بمانیم در خانه ولی تو خونه متاسفانه نموندیم، اکثرمون اومدیم بیرون. هرچی استدلال درباره قرنطینه نکردن تو نظام شنیدین رو ول کنید و استدلال این فرماندار مشنگ رو بشنوید. دوستانی اصرار بر این دارن که ما شهرستان خانسار را قرنطینه اعلام کنیم. من این کار را نخواهم کرد. قرنطینه ضمن اینکه شرایط خودش رو داره، تبعات بعدی رو هم داره. یعنی شما تا سالها این اسم بر روی خانسار خواهد موند، شهری که ریشه دار هست، شهری که دارالمؤمنین هست، شهری که علما و در واقع فقهای فراوانی رو تربیت داده. اگر به اسم قرنطینه ما اینو معرفی کنیم پدیده خوبی نخواهد. این حجت الاسلام ویروس هم تو مشنگیس به خودش زور زده و میگه راه مقابله با کرونا دست دادن به همدیگه است. اومدن یه داستان ویروسی ساختن، تمام احکام شریعت مبناش بر اتصال و با هم شدن و یکی شدنه، تمام مبنای شیطان بر تفرق و جدایی. هر چی شیطان گفته دارن اجرا میکنن. دست دادن شیطان رو دور میکنه. یعنی تنها واکسنی که ما الان موجود داریم اینه که مردم با هم دیگه روسی کنن، دست بدن، ویروس‌ها انتقال پیدا بکنه، واکسن بشن، تمام شه. ممنوع، معانقه ممنوع، صله رحم پزشکی صحبت کرد توی که تامین شهر ممنوع، عرض شود که مسجد ممنوع، دست دادن بعد مسجد پیامبر فرموده میگه ممنوع، فاصله نباشه میگه فاصله باشه. البته این نسخه ها رو برای مردم میپیچن، به خودشون که میرسه 7 سوراخ قایم میشن. مثل این آخوندی که داره درباره آرامش در زمان وقوع زلزله حرف میزنه. اما خودتون ببینید. تا مردم رو بیازمایه، صبر اینان رو بیازمایه، همت و توان و قدرت شما رو بیازمایه. یا الله. این روزا رسانه‌های آخوندا زور میزنن تا یه جوری بسیجی‌های منفور رو همراه با مردم نشون بدن و بگن بسیجی‌های مشنگ در صف مقدم مقابله با کرونا هستن. سلام. از طرف کجا دارید این کار رو انجام میدین؟ حقیقتا ما بچه‌های بسیجی از طریق پایگاهمون همین مکان‌های مثلا آبر بانکایی که دارید این کار رو انجام میدید 100% احتمال داره آلودگی ویروس کرونا داخل همین دستگاه چیزا تو صفحه کلیدی که دارن باشه. برای خودتون نمیترسید که مبتلا بشین؟ حقیقتا بسیجی جونش کف دستش. حالا این ممکنه زیاد خیلی ما رو تهدید نکنه چون خودمونم یه کلی مجاز هستیم، ولی بسیجی جونش کف دست. اما از اونجایی که این جماعت کاری جز سوتی دادن بلد نیستن، خیلی زود خرابکاریاشون لو میره و تیویریش مجبور میشه انعکاس بده. البته وقتی مشغول نمایش هستن اسمشون میشه بسیجی، اما وقتی خرابکاری میکنن تیویریش بهشون میگه مردم. خودپردازها را نباید با مواد شیمیایی و شوینده های قوی شست. 68 خودپرداز بانکی در لرستان بر اثر اقدام مردم در شستشوی غیر اصولی دستگاه ها تخریب شده. عظما اسم امسال رو گذاشت سال جهش تولید. این هم بازتابش در میان مردم و در فضای مجازی. سال جهش تولید.
این هم یک کلیپ جالب از اطلاع رسانی تیوی دیش از کرونا در ایران و مقایسش با جفسازی تلویزیون خامنه ای از کرونا در سایر کشورها. سکانس آخرین هفته به یه شیرینکاری جالب و فکر شده اختصاص داره که در نوع خودش بی‌نظیره.